چو خلیل کعبه بنیاد کنی، آن را به نماز و روزه آباد کنی، روز 2000 بنده آزاد کنی، زان به نبود که خاطر شاد کنی. حضرت میگد که هر روز 2000 آدم آزاد کن از بندگی، از غلامی. یک خانه کعبه بساز، مردم در اطراف او به طاعت و به نماز آباد کن، با یک دل شاد کردن در ثواب برابر نمی شود. ببینید، با یک دل شاد کردن. امروز ما دل صدها آدم اگر خراشیم، اگر صدها آدم کلمه درشت هم گویم، باور که اگر گویند که برادر عزیز کار خوب نکردی، میگه خوبش کردم. این خیلی میگه خوبش کردم، کمش کردم. ولی نمیدانه که برای یک دل آزار دادن چقدر پیشگاه خدا در انسان موردی گویم ملامت و به قدری قرار میگیره.